در این ویدیو تغییرات بازیگران سریال یوسف پیامبر را بعد از 30 سال مشاهده می‌کنید. قبل از بریم ویدیو رو ببینیم ممنون میشم از ما حمایت کنید، ساب کنید، چیزی نمونده 1000 تایید. شماره 1 کتایون ریاحی زاده 10 دی 1340 بازیگر سابق نویسنده ایرانی است. او در 1380 برای بازی در شام آخر مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و در سال 1387 زلیخا را در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر به تصویر کشید. او سپس از بازیگری کناره‌گیری کرد و در سال 1393 2 کتاب منتشر کرد. آخرین بازی او در سریال یوسف پیامبر در نقش زلیخا بود. ریاحی در خرداد 1388 طی یادداشتی به سایت سیما فیلم کناره‌گیری خود را از دنیای بازیگری اعلام کرد. فرج الله سلحشور کارگردان یوسف پیامبر در گفتگویی در این مورد گفت که او گفته دیگر نمیتوانم فضای موجود سینما را تحمل کنم و از حرفه بازیگری کناره‌گیری کرد، چون در فیلم یوسف پیامبر مسائل معنوی، آرامش، احترام، حیا و حجاب مطرح بود و وی نمیتوانست صحنه‌های دیگر را تحمل کند. گفت دیگر نمیخواهم کار کنم و میخواهم شیرینی سریال یوسف پیامبر در ذائقه من بماند. شماره 2 مصطفی زمانی زاده 30 خرداد 1361 بازیگر اهل ایران است. وی با بازی در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر به شهرت رسید. او برای بازی در شمال از جنوب غربی 1403 برنده سیمرغ بلونین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. مصطفی زمانی در 30 خرداد 1361 زاده شد. پدر وی مازندرانی و مادرش گیلانی است و اصلیت مازندرانی دارد. او دارای 3 برادر و 1 خواهر است و خودش فرزند سوم خانواده است. او تا 7 سالگی در شهرستان اولش زندگی کرد. از سال 1385 پا به عرصه تلویزیون و سینما گذاشت و با سریال یوسف پیامبر به مردم معرفی شد. او در میان کاندیدهای زیاد برای نقش یوسف توسط فرج الله سلحشور انتخاب شد. شماره 3 الهام حمیدی بازیگر سینمای تلویزیون کشور ما در تاریخ در 8 آذر 1356 در تهران و در خانواده هنری به دنیا آمد. تحصیلات الهام حمیدی لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی رودهند است. نام اصلی الهام حمیدی نوشین است. مادر الهام حمیدی خانه‌دار و پدرش کارمند بود، اما در جوانی به بازیگری در تئاتر می پرداخت. عموی پدرش هم گوینده رادیو بود. الهام حمیدی 2 برادر کوچکتر از خود دارد. الهام حمیدی عاشق بازی در نقش طنز است. او به آراستگی و مراقبت از خود در زندگی بسیار اهمیت می‌دهد و شیک بودن لباس برایش مهم است نه گران بودن آن. الهام حمیدی مخالف عمل زیبایی است. این بازیگر ایرانی با علی دایی و همسرش در ارتباط هست. همسر اول الهام حمیدی این بازیگر معروف کشورمان اولین بار در 20 سالگی یعنی در سال 1376 ازدواج کرد که در آن زمان هنوز به هنر بازیگری نمی پرداخت و معروف نشده بود، اما زندگی مشترک او چندان دوام نداشت و چیزی نگذشت که به طلاق ختم شد. همسر دوم الهام حمیدی پس از سالها برای بار دوم ازدواج کرد. الهام حمیدی پس از نزدیک به 20 سال مجردی از زمان طلاقش در تاریخ 13 بهمن 1397 در صفحه اینستاگرام خود خبر ازدواج مجددش را داد. نام همسر او علیرضا صادقی است که فعالیت هنری ندارد. مراسم ازدواج الهام حمیدی در آخرین روز فروردین 1398 برگزار شد. شماره 4 لیلا بلوکات در یک خانواده 6 نفره بزرگ شده است. او به خانوادهش بسیار وابسته است و همیشه با عشق و افتخار از آنها یاد می کند. لیلا بلوکات خانوادهش را بهترین و با ارزشترین هدیه‌های زندگی خود می داند. تحصیلات لیلا بلوکات کارشناسی رشته طراحی از دانشگاه آزاد تهران است. لیلا بلوکات در تحصیل شرکت در هنرستان صدا و سیما بود که از شانس بد او ظرفیت‌ها پر شده بود. در نتیجه او را به هنرستان کار و دانش معرفی کردند.
تا در آنجا به تحصیل ادامه داد. در آن مدرسه هم تنها رشته فرش بافی ظرفیت خالی داشت و لیلا بلوکات مجبور شد برای ورود به رشته هنری ثبت نام کند. در نهایت به دانشگاه راه یافت. لیلا بلوکات از هنرمندان مجرد کشورمان است که تاکنون ازدواج نکرده است. او با این همه علاقه خانواده به داشتن خانواده و تشکیل زندگی مشترک قطعا فکر می‌کند، اما ازدواج اولویت امروز زندگیش نیست. هرچند به این موضوع هم معتقد است که ازدواج از موضوعاتی نیست که بتوان برنامه‌ریزی خاصی برایش کرد و گاهی شرایطش که پیش بیاد ناخودآگاه افراد را درگیر خودش می‌کند. داستان سریال یوسف پیامبر زمانی که یعقوب مردمان بنی اسرائیل را به معبود یگانه عالم فراخوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار می‌دهد. خداوند پیامبر بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا می‌کند که در حسن و جمال بی‌نظیر است. یوسف در کودکی رویای عجیبی می‌بیند، رویایی که در آن خورشید و ماه و 11 ستاره برای او سجده می‌افتد. یعقوب که در این رویای عظیم را می‌شنود به او توصیه می‌کند تا آن را از برادران خود پنهان کند. پس از چندی برادران یوسف که به علاقه پدرشان نسبت به یوسف رشک می‌ورزند او را به چاه می‌اندازند و پس از مدتی کاروانی او را از چاه درآورده و به عزیز مصر پوتیفار می‌فروشند. پوتیفار او را به عنوان کنیز به همسرش زلیخا هدیه می‌دهد، اما وقتی زلیخا از او خواست با از او وارد بستر شود یوسف فرار کرده، اما پوتیفار فرار می‌رسد و تمام تقصیرات گردن یوسف می‌افتد. یوسف به زندان می‌رود و 8 سال آنجا می‌ماند، اما به واسطه یکی از دوستان خود در زندان که مدت‌ها پیش آزاد شده و پادشاه مصر آمنحوتپ خدمت می‌کند به کمک قدرت تعبیر خواب فرمانروا را تعبیر کرده و با خرد خود به یکی از عزیزان و فرمانروا تبدیل شده و عزیز مصر می‌شود. اما خداوند که اراده فرموده تا به واسطه یوسف مردم را به راه نجات هدایت دعوت نماید، او را از پستی چاه رهانیده و بلندی مقام مرتب عطا می‌نماید. سرانجام پس از سالها دوری او با کمک خداوند جوانی را به زلیخا بازگردانده و با او ازدواج می‌کند و بالاخره پس از 30 و چند سال دوری پدرش را پیدا کرده و او را به کنار خود می‌برد. دکورهای مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر که طراحی آن بر عهده مجید میرفراخی و فرهاد علیزاده آیی بود در کنار یک رودخانه به مساحت 27000 متر ساخته شده است. این رودخانه این زمین در منطقه‌ای در نزدیک حرم امام خمینی در شهرک سینمای دفاع مقدس واقع شده است. البته نماهای داخل کاخهای مصر، زندان و دیگر بخش‌ها اثر در سوله‌های فرنگی سرای خاوران ساخته شده. شهر فدان، شهر کنعان، معبد ایشتار که در قسمت‌های اولیه نمایش در آمدن هم در همین شهرک سینمای دفاع مقدس ساخته شده‌اند. برخی منتقدین مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر را از نظر فنی در سطح پایین ارزیابی کرده و دیالوگ‌های آن را ضعیف و میزانسر تئاتری توصیف کردند. اگر از این ویدیو خوشت اومد کانال رو ساب کن و زنگوله بغلش رو بزن تا ویدیو جدید اومد با خبر بشی. تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.